آوکیگاهارا که با عنوانهای جنگل خودکشی، دریای درختان و بهترین مکان برای مردن شناخته میشه، جنگلی واقع در شمال غربی کوه فوجی در جزیره هونشو ژاپنه. این جنگل با مساحت تقریبی معادل 35 کیلومتر مربع کمتر از 100 مایلی در غرب توکیو واقع شده. این جنگل دارای تاریخچه مرتبط با شیاطینه و به عنوان خانه ارواح و مردگان شهرت داره. از سال 1950 بسیاری از تاجران ژاپنی وارد جنگل شدند و حداقل 500 نفر از اونها باز نگشته و این آمار هر سال بین 10 تا 20 نفر در حال افزایشه. 78 نفر در سال 2002، 105 نفر در سال 2003، 108 نفر در سال 2004 و 54 نفر در سال 2010. به همین دلیل پلیس نشونه‌هایی به زبان ژاپنی و انگلیسی برای جلوگیری از خودکشی مردم در سراسر جنگل و روی درختان قرار میده. آوکیگاهارا همچنین به دلیل داشتن دو غار به نام‌های غار یخی و غار بادی توسط بسیاری از گردشگران مورد بازدید قرار میگیره. این جنگل به دلیل تراکم بسیار بالای درختانش به نام دریای درختان شهرت داره. همچنین قطب‌نما در این منطقه به درستی کار نمیکنه. آیا شما جرأت سفر به این منطقه رو دارید؟ ممنون میشم برای ویدیوهای بیشتر کانال رو سابسکرایب کنید.